شپرک عشق، تو گلی هستی که تمامی حیات در جستجویت بودم. چی گفتم رو ندونستم. شپرک عشق عمری شپرک کوتاه است. گلی من، این شپرک رو انتظار مکن. خب میویم. خیر. دادت این رو دون حوض پسرم من میارم. دادت پام را یافته؟ یافتم جانم. شما اونجا مانید. اینجا نهایت من میآیم. چرا تو پام را نمیارد؟ خدایا توبه. نیازی وضع چگونه است؟ با سلاح به قتل رسانده شده است. از قفس سینه‌اش. آید شخصیت دختر معلوماتی هست؟ نه، از جیب مقتول حجت یافت نکردیم، اما دختر 15 ساله است. درباره زمان حادثه تخمینی دارید؟ 1 هفته شده است. و چگونه کسی آن را ندیده است؟ فکر میکنم که از سبب بارشات کسی به این طرف باغ نآمده است. مگر این شهر پیش همین خیل بود. نیازی اگر معلوماتی پیدا کنی درحال به من خبر ده. خوب شده است.
مونده نباشه تپای کراس. اسرچ خیلی خوش آمدی نوربانو. خوش باشد. همسینفم کیویلجی. سلام کیویلجی، من کراس. سلام. دکانتان رو کشده تپا؟ حالا نه، تنها برای شناسان کشده است. مرحمت شنید. چای میخواهید؟ خیلی خوب میشد اگر همراه چای کلچقند هم شود. البته. کلچقند تپای کراس با مزه است. مادرت چی خیل؟ نمیدونم، امروزها با ما زیاد گپ نمیزند. من هم یک چند مرتبه تلفن کردم اما بی جواب موند. خباتیر شدم بیمار نشده باشند. نه بیمار نیست، غمگین است. خوب، خبر میگیرم. شما شینید، من میارم. خوب، بشینه. سلام علیکم امکی نعیم. امک امکی نعیم. علیکم سلام. مرحبا. اینجا شین دادر؟ ما خیر است امک جان؟ خب چه گپ شد؟ من تو نمیگویم مگر نه تا مرا دیوانه میخوانی. گوید امک جان. مهمانی عالی قدری داشتم. نخون کی وای؟ وقتش نیه. چا میریش دادر؟ چای به خدا خوب میشد امک جان. آفرین. ببراق افضالش رو نمی پرتافت میسوخت. لبای براق گفتید امکی؟ امکی نه، امک. شما همین حاضر مگر براق نگفتید امک جان؟ افضال گفتید؟ کدام براق؟ حاضر گفتید کو؟ چای کمرنگ؟ امک موضوع رو دیگر نکنید التماس. چای داغ می نوشی؟ ها چای داغ امک جان، چای داغ. با تو یک چیز میگویم اما وعدت ده که با کسی نمیگویی. مایلش؟ در اینترنت با نفر صحبت میکنم. چی؟ قریب 15 روز شد. خیلی آدمی خوب است. او رو دیدی مگر؟ نه، تنها عکسش رو دیدم. بسیار خوش رو. در اصل نوشته جدویش بسیار عاشقی. انیق از پدرم فرق میکند. میدونی آخرین مراتب دیشب به من چی گفت؟ تو گلی هستی که تمامی حیات در جستجویت بودم. من باشم شپرک. عمری شپرک و تو هست و این شپرک رو انتظار مکن. در وقت خوندن زانویم میلرزید. در هیجان موندم. عاشق شدم مگر. اکویل چی خیل؟ نشناخته؟ حالا اون بچه چند ساله است؟ چی خیل بچه؟ او 30 ساله است. واه دوگونه، تو دیوونه شده ای؟ فراموش کردی؟ آخر تو 15 ساله ای. نه فراموش نکردم اما با من چون زنی جوان رفتار میکند. امروز با او میخورم. وقت گذشته است. وقت دیدار قریب اومد. باید روم. خیر تو بازدید. کیمیل جیم میخوای با تو روم؟ یعنی در واخریتان. آخر تو رو نمیشناسی. یگان چی شدنش ممکن؟ در جای گفتم خیر. شناس شوی رو به صبرانه انتظارم. عمر شپرک کوتاه است. این شپرک رو زیاد انتظار مکنند. این خودش چیه؟ چی؟ من همین دو دارم یگید. حیات. حیات گفته قنمی قدر است و مثل دانه گوگیرد سخته
چی شد اما که نیم؟ چی میشدی گید؟ دلم به میرال میسوزد. این عمل رو گرگ به گرگ نمی کند. میرال کیست؟ کدام میرال؟ آخر میرال گفتید کو؟ من؟ ته که بودنش رو حالا هم نیفتید؟ هنوز نیافتیم سردار. با روی خط گم شدگان مقایسه کردیم. نشانه های جسد با معلومات ها راست نمی آیم. چه می شود؟ چی این کودک کایله ندارد مگر؟ اول باید کی بودنش رو معین کرد، لیکن چطور؟ سردارم دختر 15 ساله است. با فکرم باید طالبه باشد. طالبه نبودنش هم ممکن. عائله های زیاد دخترانشان را نمیگذارند که خوانند. اما آنها خیلی کمند محترم سرکمیسر. یعنی اگر دختر طالبه باشد از مکتب ها نیز معلومات گرفتن ممکن است. اگر طالبه هایی را که 9-10 روز به مکتب آمدند جستجو کنیم البته معلوماتی حاصل می شود. لیکن با فکر من فکر خوب. تیمور تو به این کار مشغول شو. خوب سردار. عجیب. این تجهیزات ها رو دوست می‌دارم. این تجهیزات چهره رو زیبا نشون میدهد. میدهد؟ چی را؟ عکس را. نه من رسم‌های گرفتم رو به کسی نمیدهم. خیر کنی گپ زنید. بیرون از مکتب با چی کارها مشغولید؟ یوف. بیرون از مکتب چی کار کنیم؟ در خونه تنها اینترنت و دیگر هیچ. نوربانو نام داشته؟ چی کار میکنید؟ گفتی که تنها میایم؟ حدی اقل دوگونه چخشخی می آوردید؟ من گپ میزنم. بس نیست مگر؟ بس است. سردار از اطرافیان مکتب معلومات طلب کردیم. نتیجه؟ در نتیجه عین حال 2 نفر گم شده است. اما هر دو هم پسر. لیکن از مکتب های دیگر معلوماتی نیست. بله عجیبات. کمی تبسم کنید. خیلی قشنگ. کمی دندان هایت رو بینم. آها خیلی هم زیبا. جانکم شینید اونجا. تبسم کمی به طرف راست. سرت رو به این طرف گردون. گویا حیران شده اید. خوب نقص حرکت نکنید. آفرین عجیبات. چهره زیبایی داره. دقت جلب کننده. همین قدر در ساحه مود کار کردم اما چونین رسم نگرفتم. مرا خجالت مده. در صنعت ایش شرم و حیا نیست. میدونید که من تنها برای رسمگیری نه. بیایید کارهای عجیب کنیم. مثلا اول از این لباس های وزین خلاص شویم. فراموش نکنید در صنعت شرم نیست. این صنعت است. صنعت عشق است. امروز از مکتب عاید 2 نفر معلومات دادند. یکی دختر. موافق این عکس؟ این همان دختر است. میرال اویالی 15 ساله. اویلش؟ آرام شوید. خود را با دست گیرید. راست میگوید اما. بله. خواهرم مرده است. شد خودت رو به دست گیر. خواهر جوانم. مرحمت.
مژره‌اش همین است. اما این حادثه از روی همین لعنتی کامپیوترش شد. چی؟ تمامی روزش رو همینجا میگذرانی. فکر میکردم که درس میخونه، لیکن او دیگر کار میکرده است. چی کار میکرده است؟ من نمیدونم کارهای اونها رو چیست. برادرش ساکن میدوند کم و بیش. میرال درش رو محکم کرده، نزد کامپیوتر می نشست. بعضم به خوراک خوری هم نمی آمد. میفهمم احوالتون وزین است. مجبورم از شما یک دو چیز رو پرسم. چرا از گم شدن دخترتان با پلیس خبر ندادید؟ آخر قریب 9 روز شد. سلام، نجیب الماس از شعبه مدد. مرا ببخشید. خوش آمدید. شما پدر میرال هستید؟ شنید. خدا رحمتش کند. پدرم میرال رو زده کشتن. گریه نکن پسرم. پیش از آمدن شما از همسرتان پرسان شدم. از شما نیز میپرسم. چی وقت شد دخترتان گم شده است؟ چرا با پلیس مراجعت نکردید؟ نه، از خارج آمدم. دیر باز نبودم. خارجه؟ من راننده‌ام. مگر از گمشوی دخترتان خبردار نشدید؟ و پدرش رو پدارم. مگه زبان خطش رو گیرید. گفته هایش رو سنجید. دخترش به قتل رسیده است، اما پروایی ندارد. سردار، شما با من هم فکرید؟ چی فکر داری؟ با گمانم اویلا از شرق آمده است. سبب جنایت جهالت است گفتنی. خیلی که قبلا نیست چون واقع روی داده بود. بله، کار دختر رو با اون مسئله هم باید سنجیم. حالا نمیدانیم که دختر تجاوز کرده شده است یا نه. میدونید این گونه جنایت از روی ناموس انجام می‌یابد. خیر، شما روید. شبتون خوش سردار. الو یگید، در کجایی؟ کجا؟ سردارم فراموش نکنید. اما که نه، اما گوید. دادر، تو گران شده ای. گپت رو فهمیدم. این کلاگران که دیگر رو چه میابن؟ نیم امک. سردارم. سلام امک. سلام گفتم امک. معلوم شما از ارزرومید. من هم نیم از ارزروم میشوم. آنجا ادای وظیفه کردم، اما دوست داشتم آنجا را. دستت را آنجا شکستی؟ از کجا دانستید؟ چرا؟ شکستی دستم رو. در ارزروم از خونه که همه جا یخ میکند. اگر ترسیده راه نگردی میافتی. همین خیل نه دادر؟ بعضا ترسیدن خوب است. همین خیل نه؟
ترسیده رو گردی نمیافتی. به قدم های دقت کن. یگیت از کجا میابیم که شخصان عجایب رو؟ سردارم، نعیم ممک آدم عجیبی است. از دختر یگان خبری پیدا شد؟ از دختر یگان خبری پیدا شد؟ شخصیت دختر معلوم شد. کی؟ نامش میرال. میرال؟ من میخوابم. شبت بخیر باشد. Alo, Ülgüre çi xabar? Man şaparaki ishq. Chag'anam, chag'an. Nashunoqti? Yo'inki boz nasha kashidi, ha? Rasmhoyi духтаракро равон мекунам, бигир, фаҳмидӣ? Номашро чӣ кор мекунӣ, а? Кивил ҷим, хурсанд шудӣ акнун. 36 расм гирифтам. Ҳамааш олиҷаноб. Албатта, бародар. 15 сола дар сайт ҷо мекунам. Сари ҳар як расм 100 евро, фаромӯш накун. Не, девонаи ту? баъд аз кор доруяш додам, ҳоло хоб аст. шуд. ба Мишел салом расон. ҳозир сурат ҳисобамро мебинам. фаромӯш макун, 3600 евро. хайр. سلام علیکم. و علیکم السلام. تشکر رانو جان. خبر رو خوندم. تشکر. من میخوایم چیکار کنم؟ یگان حکمتش بوده کیست؟ برای دفع بلا چون صدقه گذشته رفت؟ نه، هنوز یگان خبری نیست. مایلش رانو جان، کسی زنگ میزند. خیر، تو بازدید. حاضر تو خوش روی میشوی. خدایا توبه. همه چیز رو می‌دزدند، اما پول شهید رو هرگز. برای نفهمیده 100 لیرش رو صرف کردنم بخشش میپرسم. گفتم که در خارجه بوده. کدام وقت؟ 1 هفته شد سردار. راسا 7 روز شد؟ ها، نه انیق راسا 8 روز شد. یا گپ گوید 1 هفته و یا 8 روز. 8 روز گفتم که سردار. اثبات کرده میتوانید؟ از جای کارم پرسیده میتوانید. زمانی برآمد و درآمدم به ترکیه معلوم است. و من به یک چیز جواب دهید. انسان از مرگ فرزندش غمگین نمیگردد. چشمش اشک رو نمیبیند.
چی گفتن میخواهید سردار؟ چی گفتنم رو خوب میدانید. алло акай наҷиб лабай кирос агар гӯям бовар намекунед чӣ шуд? кори офаридгорро бубин. дӯстҳои ба номус пайдо шуда истодааст. чӣ мегӯӣ ба ин кор теймур? хайр чӣ гӯям сардор, ба ман аҷиб аст. фикр мекунам ки дигар пулатро дар хона нигоҳ намедорӣ кирос. туро то банк бурда расонам. хавотир нашавед худам меравам. ташаккур. не биё мо туро мебарем. роҳи мо аз он ҷо мегузарад. набошад аз он ҷо рост ба дӯкон меравем. биё духтаракам биё. сардор маълум шуд ки ҳодисаи қатл 9 рӯз пеш рух додааст. 9 рӯз? бале. дақиқ 9 рӯз пеш. шояд бештар. набошад он ҷавон дар хориҷа набуд. яъне рӯзи куштори духтар ӯ ҳанӯз ба хориҷа нарафтааст. ба фикри шумо падараш сардор? тимур, ашки падару маро тибе дидӣ? пас чӣ кор кунем сардор? درا کیروس апа пеш аз дӯконро расман кушодан мехостам шиносҳоро даъват кунам. خوب ба шумо чӣ шуд? не ҳеҷ гап нест. чӣ бояд шавад? зани оиладор бедарду алам аст магар? яъне чӣ хел? апа ягон ҷоятон дард мекунад ё ин ки ягон воқеа шуд? не ҳеҷ чиз. хайрият. бо иҷозати шумо ман шуморо дар дӯкон интизор мешавам. бароятон сюрприз дорам. ман наоям ҳам наҷиб ҳатман меояд. бале аз шӯъбаи мадад баъзе бародаронамон ва рафиқонамон меоянд. сабр кун нурбоно духтарам. ором шав оромона нақл кун. чӣ гап шуд? кивилҷим? чӣ? кивилҷим аз дирӯз нест. шаб наомад. телефонашам хомӯш. аввал гумон кардам ки назди дӯсташ рафтааст. агар мерафт ҳатман хабар медод. ба шиносҳо занг задам. надидаанд ӯро. ягон кас. ба полис арз кардам то ҳол хабаре нест. ба хешу табор хабар расондед? бале. ба падарашам. ба падараш? бале. мо ҷудо шудем. 6 сол шуд. мо аз ҳам ҷудо шудем ва кивилҷим аз ҳама канда шуд. ҳатто аз ман ҳам аз мактаб омада ба ҳуҷрааш медаромад. ба хӯроки шом ҳам намебаромад. баъзан рӯзи дароз
назди компьютер менишаст. Компьютер? دخترم یک تا نقل کن. گفتم کو دادا کیولجیم در چت با نفر شناس شد. از خودش چند برابر کلان. سینی سال شما برین. تو چیا گفته شده ای؟ ها دادا انا همین خیل. من آگاه کردم اما وای و چه میدونی آیدی این مرد؟ مرد صورتگیر بوده است همین قدر. دخترم تو هم چت بازی میکنی؟ میکنم. چی گفتی؟ چی کار میکنید؟ تنها با شناسای مکتبیم دایم وظیفه خانگی را میپرسیم دادا. و بازی میکنید؟ از این پس چت پد من؟ ای دادا این تماما دیگر است. کامپیوترم رو کشید و بینید روی خط همسینفونم رو همه چیز به مثل زمان شما نیست. پس آن صحبت میکنیم نوربانوی من. تا انجام این کار چت پد نیست. تو مرا فهمیدی؟ فهمیدم. تیمور مرا گوش کن. تو همان پدر میرال رو بازپرسی بکن. با هم تفتیشات گذران. یکی تو باشی. میرال گفته سردارم؟ بله. اماکی نعیم درباره میرال چیزی گفته بود. این اماکی نعیمش کیست؟ یکی یک طرفمان اماکی نعیم رو و مسئله کیویلجیم مشغول شد. از جایهای لازمی اجازت گرفته. خانه اشون رو نزد که کابید و کامپیوترشون رو اطاعت سردار. اطاعت سردارم. خانم محترم کامپیوتر دخترتون رو باید تفتیش کنیم. چرا؟ چی شد؟ دخترتون توسط چت با نفر شناس شده است و با او واخوری کرده است. ما نیز این احتمال را کفتکو داریم. ناممکن است. دختری من اصلا به چنین کار دست نمیزند. آرام باشید. آرام باشید. تنها تفتیش میکنیم تا هر چیز زودتر نشانه پیدا شود. مقصدمان هر چیز زودتر کیویلجیم را یافتن است. روزتان بخیر باشد. بیا. سردار زبان خطی پدری میرال اویالی همه اویالی رو گرفتم. او دعوا دارد که روزی حادثه در انقره در شرکت بوده است. تفتیش کردم. تصدیق کردند که در شرکت بوده است. با خود ادوکات گرفته است و به طور رسمی اثباتش را با فاکس روان میکند. اینطور باشد اگر پروکورور اجازت ندهد کاری کردن نمیشود. لیکن شما زیر نظارت گیرید. سرکمیسر برای تفتیش تکنیکی میبرم. مایلش از پسی کارت شو و هر چیز زودتر نزد من بیا. اطاعت سرکمیسر. آفرین. از ترسانچکی 30 سال پیشت رو گردانده ای. نگاه داشتن ناموس کاری با ناموسان است. برادرمی من 30 سال با تو حرف نزدم. حاضر تو را به اینجا خونی دخترم کشید. 30 سال پیش خواهرم را نکشتی. نفری که ناموس ما را داغدار کرد او را نکشتی. به جای تو دیگری او را کشت. از دستی خونخواریتان به استانبول گریختم. مایلش اکنون تو هم صفی ما شدی. مرد شدی. آدم شدی. بوی خونی خواهرم هنوز از دماغم نرفته است. نقطه را در مسئله قتل کیویلجیم بینابند نگرفتیم. اگر قاتل پدرش باشد دلیلی با قوت باید یافت. سردار نسبت پدری دختر بعضی فکرها دارم. لیکن در دستمان بجز غمگین نشدن پدر دلیل دیگری نیست. لیکن سوال مرا ناراحت میکند که فرض کردیم که پدر در شهر نبود. پس چرا نفران دیگری عائله از جمله مادر برای گم شدن دختر با پلیس مراجعت نکرد؟ همین را پرسان شده بودم. لیکن سوال هم در هوا ماند. این سوال را تفتیش کن. سپارش ده تا اطراف جای حادثه را یک بار دیگر با دقت کافت و کاب کنند. ممکن است میرال و یا قاتل چیزی به دست بیارند. دیگر چی هم به دست میارند؟ بچه ها دیده برآمدند. تیمور
اطاعت سردار. سردارم همین جایند؟ هنوز ناومدن. مرحمت چینید. چای میفرمایم. تشکر. مرحمت. شما خوب هستید؟ تو را که دیدم خود را ناراحت حس کردم. چرا؟ مگر سببش روشن نیست؟ اگر برای شیر دادن فاتح ناراحت شده باشید. نه. برعکس. تو را بسیار زحمت دادم. زحمت نی، به خانه رحمت آمد. ممکن باور نکنید اما خانه با برکت شد. فاتح خیلی به تقدیر و سه رزق بوده است. بله. کودکی 3 روزه از مادر محروم ماند به طالع بیروزی. این خیلی نگویید. به زمین منی به طالع پدرش هستم. این هم به تقدیری فاتح. سرکمیسر، در شما 2 چیزی دیدم که هم خوب است و هم بد. چیستان؟ شما مسئولیت شناس هستید. این خوب است، لیکن در همه چیز مسئول نیستید. فکر میکنم در مرگ همسرتون خودتون رو گناهگار میشمارید. تنها از آنی از اکی میدیریس هم. استید اینجا هم شما خطا میکنید. رفیق سردار. یگید واز چگونه؟ سردارم. معلوم شد که برنامه چت کامپیوتر بوده رو حل کردند. بله سردارم. خوشبختانه همه صحبت‌های استفاده برندگان چت ثبت می‌شده است. بعضا در خود کامپیوتر و بعضا در مرکز شرکت تشکیل کنندگان چت. خلاصه بچه‌ها صحبت‌های اینترنتی را دیده برآمدند. روی خط دوستان اینترنتی کیولجیم را نیز دیده برآمدیم. سردارم، حتی نام نوربانه هم هست. چی؟ در روی خط 1-2 نفر شخصان بیگانه هم هستند. خلاصه اشو به من گو. سردارم، کیولجیم با شپرک محبت صحبت‌های خیلی محرمانه داشته است. کیولجیم با او خیلی زیاد صحبت کرده است. کیست این شپرک محبت؟ معین کردید از کجاست او؟ بله، بچه ها رقمی کامپیوتر او را نیز پیدا کرده توانستند و حتی نشانه‌اش هم معلوم است. چغنگروز نام شخصی بوده است. نباشه چی ساده اید؟ اجازت لازمی را گرفته دستگیرش کنید. اطاعت سردارم. زود باشید. آنها حتما بالایشان داغ دارند. بله سردار. یزی انگوش نیز دارد. داغ‌های روغن ماشین است که احتمال او تعمیرگری محرک ماشین باشد. ما الحال دلیل بهتر از این نداریم. البته اگر قاتل دست رسانیده باشد. بله. فکر میکنم تعمیرگر بودنش حتمی نیست. همین خیلی تیمور. یاداری وقتی که به دیدار پدرش رفته بودیم. داستان پدری او. زودتر بچه ها. در آمدیم بچه ها. در آمدیم. پلیس.
کسی نیست. کسی نیست. اینجا کسی نیست بچه ها. به شرف گریخته است. سردارم، رفیق سردار، چه سایه است که نوربانو نگفته است؟ همینجا نشسته بودید؟ بله. دخترم به من نگاه کن. تو را جنگ نمی کنم. چیزی که میدانی نقل کردن را میخواهم. سبب اومدن من این تنها و نموندن کیولجیم بود. برای بخوری این مرد کلانسال می اومد. برای از راه گردوندن کوشش کردم اما گوش نکرد. مرد با تو کاری کرد؟ یگان حرکت او با تو دست رسانید یا نه؟ نه. دا بگید چی؟ خوش دیدیم سردارم. سلام رفیق سردار. موافق سخن کمیسر نیازی از نزدیک یک تیر زده شده است. سلاح باشد اینجاست. چی شده ایستاده است؟ تو از این کار چیزی فهمیدی؟ چیزی نفهمیدم. سردار، چغن گروز رو میشناختم. روزنامه‌نگاری کهنه. نسبتش سخن‌های بیجا بسیار بود. کمی تفتیش کردم. برای کارهای ناشایانش رو از کار آزاد کردند. بدتر به صورتگیری خصوصی آغاز کرده است. شنیدم که به رسمگیری‌های بی‌معنی مشغول شده آنها رو به فروش می‌برارد. حتی رسم‌های کودک‌ها رو گرفته می‌فروشد. اما همه این رو شنیدم. پگاه در روزنامه آید چغن خبر می‌نویسم که او رسم‌های دختران اوریون رو به یک وبسایت اروپایی می‌فروشد. حجت‌ها نیز دارم. شاید به شما شناس باشند. این کیولجیم است؟ بله. مجبور شدم بعضی جایها رو با قلم سیاه کنم. از روی این رسم‌ها کیولجیم گویا به خود نیست. شاید به او داروی مست کننده داده شده باشد. زیاده از 15-16 سال می شود که در همین وظیفه هم بسیار چیز دیدم، لیکن بسیار چیز هست که من تا حالا نمیفهمم. یکی از آنها همین است. او را کی کشته است؟ آن کسی را که شبهه دارم گفته نمیتوانم. نیازی از تپانچه زنگوش یافته میتواند نمیدانم. سردارم. بله. در دکان عکاسی چغن زیاده از 100 رسم دخترها را پیدا کردیم. در بین این رسم ها سردارم رسمی میرال آیلی نیز موجود است. بله، مادرش گفته بود. چی شده باشد از روی همین کامپیوتر شده است. نام تو چیست؟ ساکین. ساکین، نام زیبا. وقتی آن است که به مثل نامت ساکین باشی. این کار را کدام به حساب کرده باشه؟ آدمی با وجدان چون این کار کرده بتواند مگر. افسوس که صفی چونین به وجدان ها در شهر زیاد شده ایستاده است ساکین. لیکن سردار، آخر از دختری 15 ساله اونا چی میخواستن؟
کاش که میدونستم ساکین، کاش که میدونستم، کاش که میتوانستم دانم که انسان چرا اینقدر پست میشود. مادر سردارم، بچه ها همه عکس های در کامپیوتری چغن گروز بوده را تشخیص کردند. در روی خط چت زیاده از 100 نام دختران ثبت شده است. یکی از آنها میرال، دیگرش کیویلجیم. در دکان عکاسی چند نیز انگشت پیدا شد. تحلیل کرده ایستادیم. نزدیک جسد چغن گروز تپانچه‌ای پیدا شد که از آن مقتول است. تپانچه ایزی انگشت دارد، اما ایزی انگشت دیگر هم است. خب میرال با همین تپانچه به قتل رسانده شده است؟ نه، طبق گزارش بالیستیکی تیرهای به میرال زده از تپانچه صورتگیر نبوده است. من گفته بودم که دختر رو پدرش کشته است. رفیق سردار، از کامپیوتری میرال که بودن شپرک محبت رو دریافتیم و طبق خلاصه تحلیل همین انسان است. رسمگیر برآمد. عیناً. چی میبینی در این لوحه؟ همه به یکدیگر نگاه میکنند. میرال با این صورتگیر شناس شد. حتی بینشان چیزی شده است. قصدن علاقه جنسی کردن میرال الحال اثبات خود را نیافت. حداقل اگر دست به دست رفته باشند و نفری از عائله دیده باشد، فرض کردیم پدر، و فکر میکنم که جزایشان را خودشان دادند. تاریخ روز و نشانه های روغن پدرش را اشارت میکند. اینجا اعتراض دارم رفیق سردار. ایزی انگشت پدر از ایزی انگشتی در سونکه بوده فرق میکند. خوب یگیت، تو چی میگویی؟ فکر میکنم که هر چیز زودتر به خانه کیویلجیم باید رفت. خوب تیمور، تو خانه میرال رو. مادر بس کن دخترم. شما بخیر خانم پروین. شام شما هم بخیر. از کیویلجیم یگان خبری است؟ نه، شاید شما یگان خبری دارید. بله، یافتیم او را. یافته دارو؟ بله، ممکن درویم. خونه مساعد نیست. میدونم که مساعد نیست. تنها با کیویلجیم میخوام صحبت کنم. کیویلجیم؟ چی ها میگویید؟ خانم پروین، گفتم که کیویلجیم را یافتیم. با اجازت شما میخوام با او صحبت کنم. عین حال در اینجا سلامت بودنش، یعنی در نزد مادر بودنش یک نعمت است. نه به همه و مثل تو بخت داده می شود. خدا جزای آن مرد رو دهد. آنچی با من کرد برای همه چیز. شب از خواب خستم با اون رسم و رو که گرفته است دیده برابر دیوونه شدم. خودکشی کردن خواستم. تپانچه را برای خودکشی گرفته بودم، لیکن نتوانستم. بعد او از خواب خست، تپانچه را در سمکه گذاشتم و بیرون دعوت کرد. رد کردم، نتوانستم. بدتر چیکار کردنم رو بیاد ندارم. تنها چشمایم رو پوشیدم. همه چیز در یک دم شد. گریه نکن دخترم. به سر خودم هم تیر خالی میکردم.
اما نتوانستم. تنها از آن جای حرام گریختن خواستم. اکنون چی می شود؟ او رو به جوابگاری نمیکشد همین خیل نه؟ آرام شب، گریه نکن جانکم. آرام شب، همش میگذرد. بس کن جانکم. حلیمه تا آمدن رفیقان حلیمه تو در اینجا بمان. خوب شده است. ما هم رویم. السلام علیکم. علیکم السلام. سلام دادر. سلام. مرحبا ایگید. سلام نعیم امک. سلام. چیکار کردید؟ دستگیر کردید رو؟ کی رو؟ قاتلی که خواهرش رو کشته است. کیست تو نعیم امک؟ سری تو در جاش نیست. با تو یک چای داغ دیم. دادر چخیل تعمیرشی. نه تشکر امکی. امکی نه، امک بید. یکی خیز رفتیم. الو تیمور چیکار کرده؟ دو رفتید؟ من هم با شما زنگ میزدم سردار. پدر در خانه نیست. کجا شده است؟ مادری دختر گفت که به قبرستان رفته است. کدام قبرستان؟ دخترم تو را چیل نابود کردن. دخترم معلوم شد که این کار رو تو کرده ای. بله من کردم. روزنامه اش رو دیدم گویا در سرم آبی جوش ریخته شد. چون سخنهایی نوشته شده بود که مغز سرم گیج شد. با کسی حرف میزده است نمیدونستم. سخنهای بیادبانه او رو نوشته بود. باز در برش رسمهای دیل و غیره رو کشیده بود. دختری بیناموس. بله کار رو که پدرت نکرد تو انجام دادی. پدرم 30 سال پیش خالم رو نکشته به استانبول گریزون و من آن رو شنیده کلان شدم. با شرم سوری خجالت میکشیدم. پدرم از چیزی خبر نداشت. خبرم میداشت چیزی نمیگو. کشتنی خواهر به عهده من مانده بود. کارت حالا انجام نیافته است. نگاه کن پدرت مثل کودک ها گریسته ایستاده است. ترسانچک بودنت رو میدانستم اما زنک صفت بودنت رو نمیدانستم. تو برای این بیناموز با مثل زنها گریه میکنی. بکن چیزی میخواهی. تو را چون قاتلی خواهر کلام کردم مگر چون این باشد من هم باید بمیرم. پران میگویم در جای دیست این کار را نکن. تو کاردار نشو. این مسئله اولوی. ساکین و مثل نامت ساکین باش. نزدیک نشو با خدا میپرونم. چرا ساکین؟ چرا؟ چی به دست میاری بعدی کشتن؟ میپرونم. یگید دکتر را چکسن. دستم. حالت چطور است؟ سردار به من گفتید که چرا اشک نریختم. آیا میدانید که اشکهای چشمم خشک میشود؟ دستت را بینم. مانید در بالای مزار دخترم اشک چشم ریزانم.
خیلی عجیب. بله، با آقای نجیب تشکر. کیروز، احسن. تو را تبریک میکنم. برای چنین جای را گشودن جسارت لازم است. خصوصا برای تو بر این زن. انشالله از یادش میبرایم. غم مخور، یک مقاله خوب مینویسم. لیکن اول کلچه قندویت را میچشم. البته. های دختر، تو هم در اینجا کلچه قند تیار میکنی؟ ها، البته. انا بین رانا خولا میچشم. میبخشی کیروز. اول درباره استرا مقاله مینویسم. خردسالترین پزنده استانبول. آقای نجیب و دیگران میآیند؟ البته میآیند. اول تنها برای خودی ها شدیم. میبینیم. عجیب. چی شد نوربانو؟ کمی غمگینم. برای دوگانت که بلجیم؟ سلام، مبارک شود. بیایید. خوش آمدید آقای نجیب. سلام. اپای هنر نآمدند. مبارک شود کیروز. تشکر حلیمه جان، مرحمت گذارید. خدا برکت دهد. خوش آمدید. مرحمت گذارید. آقای نجیب. نبای؟ با اپای هنر چی شد؟ چرا؟ امروز نآمدند. دیروز نزدشان رفته بودم. کمی غمگین می نمودند. پروا نکن، می آید. تو را امروز تنها نمیگذارد. آخر اگر نآید معنی سورپریز گم می شود. خوش نوربانو سلطان چخیلی؟ نقص دادا. نبای؟ با کویلجیم چی می شود؟ او هم جبر دیده و هم گمانبر شده است. میدانین چی است؟ از چت کردن دیده کتابخوانی نمی شود. در چت تو شپرک محبت نیست انشالله. نیست دادا جان، توبه کردم. برای کویلجیم الحال چیزی گفته نمیتوانم. عدالت قرار میدهد. میبینیم انشالله درس گرفته را از خود میکنی. مادرت نمیاد چی؟ نمیدونم. روید با اپای حلیمت مادرت رو بیارید. برای اپای کیروزت روزی مهم است. مایلش. انا اوچه جانم رو آوردم. خوش آمدید اپا جان. شما چرا دیر کردید؟ چه حال داری؟ خوب هستم. اپا جان، با آقای نجیب تشکر که برای گشودن دکان بسیار کمک کردند. نمیدونم. لیکن مرا شما الهام دادید. اپا گفته بودم که برایتون سورپریز دارم. من؟ اینجا بیایید. بیایید. آخر بسم الله الرحمن الرحیم. این چیست کیروز؟ خدایا خداوندا. باز میگم اپا، شما به من کمک معنوی میکردید. حتی وقتی که کودکان در مکتب بودند من برای کار شما رو دعوت میکردم. تو از این خبردار بودی نجیب؟ آه نجیب. مبارک شود. کودک ها خوابند. امروز بر وقت خواب رفتن. از تو بخشش میپرسم. ستونی خونه ناحقی کردم، مرا معذور دار. اگر حق داشته باشم بخشیدم، لیکن از کیروز بخشش باید پرسی. در 16 سال زندگی اون چیزی که شما بسیار میخواستید و احتیاج دارید من نکردم، آن را کردن میخواهم. قیامت نمیشود آخر؟ درار پایت را نجیب. من فکر خوبتری را دارم.
بیا نازنم. پگاه در یک کار به من کمک میکنی؟ در کدام کار؟ آماده ای؟ چیستان مرا حیران کرده. خیلی نامی مناسب. لیکن وعده دهید که یک جای کار میکنیم. وقتی که کودک ها در مکتب باشند. حامیان فیلم در استودیوی مرکزی پرودیوسری همصدا از ترکی به تاجیکی گردانیده شد. کارگردان ها دولت عبیدالله، غیور اشو. کارگردان آواز و تنظیمگر ظاهر حسن، امیدجان علیه. ترجمان علی اکبر قربان. محرر غیور اشو. پرودیوسر کامل جان سفر. و نقش ها آواز دادن فیروز عمر، عاطف قادر، ملاحت عبدالله، محمدی مرزا علی، دولت عبیدالله، ملاحت کمال، زهرای حیدر، ناصر حسن، مستوره عاطف، موجوده رجب، کامل جان سفر، مولانا بانو، شیراز، سلطان مراد بابا مراد، دلربا پلایو، محمد جان شاهی، فرخ عبدالرحمن، احسان کمال، سید اکبر جلالов، قربان علیف، فردوس حسنов، شهرت رحمت الله، علی شیر آدینایف، نسای محمد جان، مهرانگیز و فرقان. پایان قسم دهم.